خب نزدیک به حد ضرر ماست. یه گره اینجا هست که اگر ردش کنه خب قیمت‌های بالاتری رو هم میبینه. از اونجایی که حساب ما کوچیکه و نمیتونه نوسانات خیلی شدیدی رو تحمل کنه، ما باید همینجا تقریبا با سود معامله رو ببریم. الان در حال حاضر $5 تقریبا توی سودیم. حساب و شماره حساب و بروکر رو میبینید روی چارت طلا. نزدیک به تیپی ما بخوره. اگر بخوره تقریبا برمیگردیم به همون بالانس $40. نزدیک یه زور دیگه بزنه تیپی ما خورده. همچنان تقریبا چند پیپی بیشتر تا حد سودمون فاصله نداریم. دقیقا روی حد سود ماست. بالانسمون هم 39.53 هستش، 56 هستش. اگر الان دیگه حساب و تیپی رو نزنه خب خدا رو شکر تیپی زده شد، معامله ما بسته شد. $39.92. دوباره حساب ما برگشت به همون $40 تقریبا. خب فعلا با اجازه.